سلام به کل آنهایی که این فرصت ما را تماشا دارند و این هم نشر آخرین برنامه ترانسفر در عمل در سال 2023 است که البته از مهمترین کارهای بازاری ورزش رقمی اول میگوید. آغاز سخن هم آن است که تیم اسپانی سلتا با نیم حمایتگر تحقیقی برزیلی از پالمیراس ژایلسون شرطنامه بست. بازیگر برزیلی ژایلسون مارک صفی کلت ها را پورا نموده نماینده 28 ساله پالمیراس چطور گفتیم از وطن چون فوتبال باز آزاد بیرون شد و اکنون در اسپانیا کوشش میکند که اثبات کند که از برزیلیا خریدن دلخواه فوتبال باز حیف نخواهد بود. شرطنامه با نیم حمایتگر تحقیقی تا تابستان سال 25 مهلت داشته، همچنین میتوان به یک سال دیگر آن را تمدید نمود. ژایلسون این سال همگی 8 بازی در لیگ عالی برزیلیا گذرانیده با یک پاس گلی از میدان بیرون شده است، ولی فکر میکنم از آوردن بازیگر با چنین آمارها نه چهره یگا است پس لبخند پیدا میکند و نه در ملکی کلتی کسی تبلی شدی میزند. از جانب دیگر اگر با جنبست سرسری ترانسفرهای سال اسپری شونده یک گشت نظر کنیم، به شک و شبهه گزارش بیلینگهم برای ریال مادرید بهترین ارتباط ترانسفری به فرضیه گول بوده. ترانسفر که میان بهترین ها دوم میستد، در حالی که گراسی یک علاج کرده در میان سگانه بهترین ها خود را جای نمود. شامل تاپ 10 بهترین ها همچنین دسته عوضکنی رایس و ایسکو بوده. مدیسون در زینه 11 روی خط مذکور قرار دارد. اگر بر روی خط نامبرده با دقت تر نگریم، البته که به یگان جنگ و جنجال و شبهه و ملال پیوستن جود بیلینگهم از بروسیا دورتموند به ریال مادرید بر عوض 111 میلیون دلار بهترین ارتباط ترانسفری سال نامیده می شود و این را ترانسفری گل هم نامیدن ممکن است، زیرا این انگلیسی پرمهارت حالا به میدان ندر آمده گل میزند. ولی راسموس هویلوند از منچستر یونایتد هرچند خود را درون دروازه درآورد هم به زور در پایان سال به زدن یک گل دست یافت. دومین بهترین گزارش ترانسفری رفتن هری کین از تاتنهام به باواریا بر عوض 109.7 میلیون دلار می باشد. هرچند که با پای قدم های کین برمحل از جام آلمان باواریا رخصت شد و در بوندسلیگا هم خابی آلونسو موشنگ ترنگ کرده است، ولی از جهت نشاندادهای انفرادی و فتح قله‌های نوی رکوردی که این در بوندسلیگا واقعا هم به همتاست. از این رو او را اگر بهترین ندانیم کی را میدانیم؟ درباره 13 نفر دیگر این روی خط زیاد نمیگوییم، ولی اید عضو سگانه بهترین این روی خط خواهیم گفت، زیرا برای همگان جالب خواهد بود. این هم سرو گیراسی می باشد که از رن بر عوض 9.8 میلیون دلار به شتوتگارت آمده الکی در 18 بازی به زدن 20 گل و ارسال 3 پرتافت گلی دست یافته است. حمله‌ور مرکزی 27 ساله از منتخب گوینه که در قیاس به افریقاییان دیگر رسما پیراهن منتخب فرانسه را ندارد، واقعا هم در بوندسلیگا آمار دارد که هم خودش در پایگاه قهرمانی از قفای کین تازان است و هم دستش در جدول از پشت باواریا نفس میکشد. محض برای همین قدرت و توان افریقاییان برهنه و گرسنه در اروپا پردغدغه و گپزنی کلان می شوند. با بازگشت به کارهای سردرآمد فوتبال اسپانیا می توان گفت که بودرینگو از بتیس این مورد درآمد نه بلکه برآمد کردند. این هم مصرف کنی پول در راه خریداری نیم حمایتگر تیم اینترنشنال و منتخب ایالات متحده آمریکا جانی د سوزا بر عوض 6 میلیون یورو می باشد. باشگاه اسپانی اید خریداری فوتبالباز اینترنشنال رسما اعلان نموده با بازیگر نو شرطنامه مهلتش تا سال 29 نوشته شده است. سال 23 جانی 22 بازی در لیگ عالی برزیلیا گذرانیده مؤلف 2 گل شده است. طبق اطلاع مارکا بیتیس 6 میلیون یورو را به خاطر 80% حقوق اقتصادی به بازیگر پرداخت نمود. اگر این 6 میلیون گفتگی برای مالکان بیتیس آنقدر پول نباشد، در کشور ما با ارزش این پول میتوان در پیشبرد یک سمت صنعت سبک سهمی خاص گذاشت.
چطور پیشتر از رفتن الیف الماس به آلمان آغاز کرده بودیم، RB لیپزیگ اخیراً بازیگر را از ناپولی بر عوض 25 میلیون یورو خریداری نمود و با او شرطنامه مهلتش تا سال 2028 نوشته کرد. باشگاه آلمانی اوید گزارش نیم حمایتگر در ماه ینور اعلان نموده بازیگر در تیم نوش تحت رقم 6 برآمد میکند. این موسم بازیگر منتخب مکدونیای شمالی 11 بازی در سری آ گذرانیده در نامش 2 گل دارد. با چنین رنگ گرفتنی کار در ناپولی عین حال قهرمان ولی پر درد و بی‌درمان، البته که الیف کاری خوبترین را انجام داد که وقتی آرامی پیش از طوفان گریخت، زیرا با مالک جنگلموی ناپولی دیگر کار کرده هم نمی شود، زیرا او مربی را از دست بیرون کرد که قهرمانی تاریخی را برای ناپولیتانی ها اهدا کرده بود. خلاص که کمبغل اگر یک روز جشن ببیند آن هم دیر دوام نمی کند و این مسئله پر به ناپولی بیچاره ربط دارد. مربی روسی فراموش شده ولی به شرافت تیک تاک و کارهای پلوشکی تا حال زنده هم دید که از دعوت روسای خودی و اروپاییان امید نیست، اخیراً پیشنهاد دوستانه کاری را از ملک زیر آسمانی قبول کرد. این هم سابق سرمربی منتخب فوتبال روسیه لئونید سلوتسکی می باشد که به چمپیونات حلقه فراموش شده چینایی ها بهر کار رفت و اومین بعد دسته شانگهای شنخوا را تمرین میدهد. متخصص روسیگی از روز 1 ینور با فرارسی سال نو با کار نو شروع نموده. دسته شانگهای شنخوا در این مورد چنین نظر دارد: در مسیر مسند ورزشی خویش سلوتسکی فوتبال گشاد و هجومکار نشان میداد و همچنین بازیگران جوان را خوب پیدا میکرد و رشد میداد. سروان ارسنال ادگار، ستاره نوی ناپولی کواراtsخلیا، بازیگر منتخب انگلیا بوون، ستاره روسیگی گالاوین و بازیگران دیگر محصولات را برای سلوتسکی بزرگ شدند و پیوسته به بازیگران سطح عالی تبدیل یافتند. میستر سلوتسکی را صمیمانه به دسته شانگهای شنخوا خوش آمدید میگوییم و بودن او را در دسته به زودی انتظاریم. موسم جاری شانگهای شنخوا در چمپیونات چین زینه پنجم را اشغال نموده به لیگ چمپیون‌های آسیا را خواهد گرفت. ماه فوریه باشد دسته نوی سلوتسکی ضد زینی در جام برابر حقوقی در قطر بازی میکند. دسته اخیر سلوتسکی باشد روبین بود که از آن ماه نوامبر سال 22 رفته بود و ما از فرصت‌های طولانی بیکاری لعنید و جهت‌های مطابق شوی به کفالت در چمپیونات چینی می توانند مانع کامیابی این مردک خوب و دوستی زیو بشوند. یوونتوس باشد می تواند حمله‌ور دسته بالونیا جوشوا زیرکزه را بر عوض 40 میلیون یورو خریداری کند. با قول کالچو مرکاتو حمله‌ور نسبتی وابسته به برآمد انفرادی و نتیجه های نظررسی دسته بالونیا به تورینیو پسند آمده است، ولی تا حال شهر یادداری فوتبال ایتالیا آماده نیست که با جانب بالونیا گفت و شنیدها انجام دهد. جانب بیانکانری میخواهد تابستان جدی به این کار پردازد و علاقه همان دوران معلوم میشد که تقدیر دوشان ولاخوویچ چی می شود. قابل قید است که ارزش فوتبالباز نیدرلندی 40 میلیون یورو بوده. پیشتر خبر داده میشد که 50% از حق ارزش گزارش را به وری به دست میآورد. در 17 بازی سری آ این موسم زیرکزه 7 گل به ثمر رسانیده است و این هم نشاندهی بهترین دستاوی بوده. محض به خاطر این فعالی یوونتوس به چمپیونات دیگر نه بلکه به پالیز همسایه سرخلانیده است. چلسی همه وقت سرسان و سرگردان در بازار تابستانی باشد. این نوبت نشانزنی بایر بنیفاتس و حمله‌ور لیپزیگ 6 را به قول چوت کرده است یا خود به نشان گرفته است. بهترین حمله‌ور بایر میتواند به مثال یک زمان بهترین نشانزن RB لیپزیگ کریستوفر نکونکو از پس قدم‌های فرانسوی به لندن رود. چطور اتلتیک اطلاع می‌دهد کبودها میخواهند زمستان با حمله‌ور ناپولی ویکتور اسیمخن یا آیون تونی از برنتفورد شرطنامه امضا کنند، ولی همچنین در مورد حمله‌ور تیم آلمانی هم فراموش نخواهند کرد. بازیگر نیگریوی که به دست از لیورکوزن تابستان قبلی پیوسته بود 10 گل در 16 بازی به ثمر رسانیده، بایر او را فروختن نمیخواهد. همچنین چلسی از برآمد بنیامین ششکو از RB لیپزیگ پیگیری میکند. اگر توجه نسبت 3 بازیگر باشد و نتیجه ها همین طور دوام یابند، پس چلسی دقیقاً یگان حمله‌ور این زمستان شامل تیم میکند.
در حالی که بالونیا و بایر این موسم در چمپیونات موفقند و از پس بازیگران پیشقدمشان نیز شکار است، ژیرونا باشد علاقه این زمستان میتواند چند از بازیگران اساسی خویش را از دست دهد و این عامل میتواند بر وقت ترک به افسانه فوتبالی در اسپانیا نقطه گذارد. در آمد گپ اتلتیکو مادرید ارتم دوبیک را خوش کرده است و علاقه تابستان بهترین نشانزن ژیرونا را دسته سیمیونه خریداری میکند. شتوری ابیکتیو اتلتیکو با تکیه به معلومات ژورنالیست نشریه دیاریو سپورت و دسمارک روبن اوریا خبر میدهد فوتبال باز اوکراینی به اتلتیکو پسند آمده است. مادریدی ها تلاش میکنند که بهترین حمله‌ور ژیرونا را تابستان سال 24 به دست دارند. موسم جاری چمپیونات اسپانیا حمله‌ور 11 گل در 17 بازی به ثمر رسانیده. اوکراینی 26 ساله با چنین قدم‌های نکو اخیراً به مثال شیفچنکو و زینچنکو معروفینکو می شود. همین طریق موسم جاری در چمپیونات اسپانیا از همه سر طلبگار و سر خریدار بازیگران ژیرونا خواهند بود، زیرا این دسته کاتالانی موسم جاری کاری کرده ایستاده است که حتی با بودن بابای برفی و قالین پران هم باور میکنی. در آمد گپ میتوان گفت که نیمه‌هایگر تیم ژیرونا آلیش گارسیا هدف اساسی ترانسفری بارسا در روزانه زمستانه ترانسفری بوده. دسته خاوی حتی آماده است که برای عوض گارسیا و یک بازیگر خویش و یک مقدار پول پیشنهاد کند. بنا به معلومات ژرار رامیو نیمه‌هایگر ژیرونا علاقه این زمستان میتواند یک تیم کاتالانی را به تیم دیگرش عوض کند. بارسلونا با امید حل کنی مشکلات ساحوی ماهی انور میخواهد کارهای ماندگی را تیزترک حل کند. قید کرده میشد که بازیگر 26 ساله به خود خاوی پسند بوده. غیر از این نیت‌های خود گارسیا اوید گزارش به بارسلونا خاوی هوا مسلکانش به قول باد گرفتند، ولی مشکل اساسی اینجا از یک طرف نرخ بلند از جانب ژیرونا می باشد، زیرا از بپولی بارسا 2 سال باز مبتلای شکم درد است. از جانب دیگر اگر بازیگران پیشرفت ژیرونا را الکی در ماه ینور قپ زدن بگیرند، با این کارش این تیم در پایگاه قهرمانی مخلصان را به قول کیفلان میکند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.